دوستان عزیز ببینید این بخاریای نورگازه، بخاری استیل، تمام استیله. وزناش به دلیل گرون بودن ارسال به ایرانش همه وزناش رو 28 کیلو تا 30 کیلوه. استیل 28 کیلو تا 30 کیلو یا فلز 28 کیلو تا 30 کیلو فقط باربریش به ایران حدوداً 6 میلیون هزینه میخوره. ببینید محصول رو ببینید، بعد همینا رو تو ایران داره تولید میکنه. بچه‌ها میان میگن چرا نمیدونم این انقدر گرونه فلان. بغل این محصول کلا شیشه کار شده، وقتی آتیش توش روشن میشه کلا این نمادایی که دورش کار شده نشون داده میشه. خیلی شکیل هست. کیفیت ورق رو در خودتون دارید میبینید. در نزدیک پایه‌های محصول پایه‌های حرفه‌ای. بعد این دو مدل داره، یه مدلش کاملا تاشوه، به هیچ عنوان تو حرارت هیچ اتفاقی نمیفته. این محصولش مثلا یه محصول یه صفحه گریل داره، خب یه دونه ساج داره و این محصول 30 کیلوه و پایه‌های این محصول رو ببینید با آتش گردونه ایران قابل قیاس نیست. فقط اینش 8 کیلوه. خب دیگه شما فلزش هم بخوای حساب کنید و تا میشه میره توی باکس. دوباره میایم اینجاها ساجاشو میبینی. این بادگیرش که من همیشه خودم استفاده میکنم. شما نگاه کن همچین منقلی رو میتونی بادگیر داشته باشی. خب نزدیک 6 کیلو وزن فلزشه. بخاریای مختلفش هست، شیشه‌ای جلو که قیمت‌های مختلف داره. مثلا اون بخاری حدود 14 میلیون در میاد، این بخاری حدود 8 میلیون و خورده‌ای در میاد، این بخاری دور مثلا 9 میلیون و 800 و کوچکترینش اینه که الان توی نمایشگاه قیمتش حدود 7 میلیون و 400 اینطوری تا تهران در میاد.